جسارتا بیمه هم دارن؟ داداش ارسال به بقیه شهران دارید؟ من نمیتونم واسه کشتن خودم به شیراز بیام. بعد میگیم مسخره نکن، بعد بگید بی‌ادبی نکن. چطوری دوستان؟ و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. طبق معمول اگه خواستید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو تا آخر ببینید و اگه پسندیدید لایک کنید. و موضوع این هفتهمون باز اومدیم انتقاد کنیم. باز اومدیم بکوبیم، البته حقشون کوبیدنه. ببینیم این هفته چیا ترند شدن. لیتس گو. میکاپ این حتما. آخه طرف سیندرلا شد. ولی انصافا از حق نظریم خانواده‌اش نمیشناسن اینو. مدل مناطق محروم ماشاءالله جوون خوبیه. اسمش حامده، قدش از 2 متر 2 سانتی کمتره، 21 سالشه. مناسب چیکار دارن میکنن الان؟ مناسب ویدیوهای تبلیغاتی، مناسب پروژه‌های فشن. حامد رو برای آفیش می‌خوای عدد 3 رو همین زیر برامون کامنت کن. جسارتا بیمه هم دارن؟ یه دونه هم میگفتی گارانتی مادام العمر واقعا خوب میشد. کارا دیگه از جنس و اینا گذاشته. دارن آدم اجاره میدن. اینو دیدم. اینو دیدم. زیاد شده به نظرم بعد اول دارم وزنم کم کنم. در هونه نه من یکی میشناسم که وزنش چند برابر خیلی از بهترینای یوگاست. شاید این حرکات ورزشیش خیلی مورد انتقاد دیگه قرار میگیره و با این پاهاش و یه آدم ورزشکار چطوری اینقدر اسکینی مونده واقعا. ولی با ورزشونیش من کاری ندارم. خونه‌شو خیلی جلو چشم میکشه. اینا رو میتونست تو اتاقم رکورد کم مونده همه جای خونه‌شو نشون بده به ما. که بعد از وایرال شدن این پست برای من اومد چون خدا رو شکر آدریان عاشق فیسبوک رد کن. تو ویدیویی که بچه هستم من واقعا نمیخوام یه چیزی بگم چون تقصیر اونا نیست. خیلی ثروتمندید، 1000 جور غذا تو یه روز میخورید، 3 تا 4 تا 5 تا استخ دارید. نیازی نیست واقعا اینا رو جلو چشم بکشید. ولی ناموسا منو به فرزندی قبول میکنید من بیام. گرم کردن مجلس به این میگه لیاقت، واقعا لیاقت 100%. شکسته شد 10 تا هاتداگ تنوری شیرازی 30 سانتی به علاوه یه برگر، 2 تا برگر، 3 تا برگر، 4 تا برگر، 6 تا برگر، 7 تا برگر، 8 تا برگر، 9 تا برگر زده به سیمی آخرین. به تعدادی سس قیمتش 200 میلیون نیست، شده فقط و فقط 499,000 تومان. به چه حسابی این همه رو میده 500,000 تومان؟ یه سوال دارم، به بیمارستان هم میرسیم ان شاءالله بعد اینجا اونجا میمیریم. داداش ارسال به بقیه شهران دارید؟ من نمیتونم واسه کشتن خودم به شیراز بیام. بفرستید اینجا، حتی اینجا بمیرم بغلمون بیمارستانه، زود میرسیم. واسه عذاب دادن خودم تا آخرش دیدم. بعد میگیم مسخره نکن، بعد بگید بی‌ادبی نکن. این چه خیلی آخه. میتونه یه روز مدرسه رفتن من رد کن به ماچه رد کن. زندگی کم در نداشت تو دستمو گرفتی و گفتی نترس. یه سوال دارم، برای مدرسه رفتن کدومتون زودتر بیدار میشید؟ یه کمی فقط مونده این اینستاگرام مت کودک شه. جست پسراشم اصلا فرقی نمیکنه. دقت کنید، پسر بچه یعنی چی؟ برو مدرسه‌ت، برو مشقاتو بنویس. سورپرایز تولد دخترم کدومتون دختری دادن؟ فکر کن شب خوابیدی و یه همچین چیزی داره میاد سراغت. باز تو آخر ویدیو میرسیم به کدوم حرف؟ این که شما زندگی میکنید، زندگی هم ما رو.